سلام به همگی، به کانال ما خوش اومدین. من زهرام. میخواستم که اولا تشکر کنم از حمایتی که از کانالم کردین و اینکه یه سری سوال داشتین. میخوام که یه ذره بیشتر خودم معرفی کنم. اینکه این پرسه رو شروع کردم راستش به خاطر یه سری اتفاقایی بود که تو زندگی خانوادگیم افتاده بود و متاسفانه یکی از آدمایی که خیلی خیلی نزدیک به هم بود مبتلا به سرطان شدن و ما توی این پروسه باید یه سری مواد دیگه مصرف نمی کردیم. مثلا خیلی حساس بودیم که چه نوع موادی داریم مصرف میکنیم. مثلا اگه یه دترجنت یا مثلا ماده شوینده‌ای بود خیلی با وسواس پشتش رو میخوندیم که مثلا ماده‌ای که سرطانزا باشه یا پتانسیال کارسینوژن بودن داره توی اون ماده نباشه. و این قضیه واسه ما خیلی تعجب آور و شوکه کننده بود، چون ما فکر میکردیم که ما خیلی خانواده سالمی هستیم. یعنی مثلا یه سری چیزای بیسیکی که شاید خیلی از شما هم بگین آره ما داریم اینو رعایت میکنیم، ما تو خانواده‌مون رعایت میکردیم. مثلا غذا خوب میخوردیم، غذای خونگی بیشتر میخوردیم، مثلا دمنوش میخوردیم، ورزش میکردیم. ولی با همه اینا خب یکی از اعضای خانواده‌مون دچار این مشکل شد و خب یکی از مهمترین چیزایی که میتونه باعث این اتفاق بشه همین مسائل مربوط به سبک زندگی و چیزهایی هستش که ما داریم مصرف میکنیم و عادتهایی هستش که تو طول روز ما داریم انجام میدیم. و چیزی که مهمه اینه که ما یه ژنتیک داریم، یه اپیژنتیک داریم. ژنتیک شما یه چیز صلبیه، یه چیزیه که شما هیچ وقت نمیتونید عوضش کنین. ولی اپیژنتیک در واقع بررسی عوامل محیطی و رفتارهای شما و تغذیه شما بر روی ژنتیکه. یعنی این موضوع کاملا اثبات شده که اونجوری که شما رفتار میکنین و اون سبک زندگی که دارین میتونه دی ان ای شما رو متیله بکنه. یعنی یه سری گروه های متیل میچینه رو دی ان ای شما و این باعث میشه یه سری از ژن‌ها خاموش باشن و بیان نشن. و همینطور سبک زندگی شما میتونه باعث بشه یه سری از ژن‌هایی که خاموشن و بیان نمیشن میتونه بیاد اینا رو فعال بکنه. یعنی وقتی که واقعا میگن مثلا ورزش شانس ابتلا به سرطان رو میاره پایین، حتی تو کسی که ژن سرطان داره، این واقعا درسته. یا مثلا اینکه یک نوع غذا، یه سری از غذاها، یه سری از آنتی اکسیدان‌ها. خلاصه که چیزی که ما الان امروزه بهش معتقدیم و چیزی که همه دانشمندا دارن تاییدش میکنن اینه که وقتی شما یک صفت رو بروز میدین، به خصوص در سنین بالای 30 سال، این صفات و این ویژگی هایی که دارین بروز میدین 80% تحت عوامل محیطی و رفتاری شما و 20% تحت عوامل ژنتیکی هن. و این تحقیق بارها انجام شده که مثلا دو قلوهای آیدنتیکال، یعنی دو قلوهایی که از نظر ژنتیکی کاملا یکسانن، تو شرایط مختلف، رفتارهای مختلف، وقتی توی تغذیه‌های مختلف قرار میگیرن کاملا صفات متفاوتی رو بروز میدن. چیزی که توی این کانال میخوام یاد بدم، میخوام بیام رفتارهایی و عادات سبک زندگی رو بهتون یاد بدم که میتونه روی ژنتیکتون اثر بذاره. در واقع میخوام بهتون یاد بدم چطوری اپیژنتیکتون رو جوری کنترل کنید که یک سری بیماری هایی رو نگیرین، حتی اگر زمینه ژنتیکیش رو دارید. اون چیزی که الان متاسفانه ما تو جامعه باهاش روبروییم اینه که خب خیلی از بیماری ها زیاد شده و علت اصلیش اینه که آدم ها دارن رفتارهایی رو بروز میدن که داره باعث فعال شدن ژن‌های بیماریشون میشه. مثل اینکه سبک زندگی سدنتری یا اصطلاحاً سبک زندگی ساکن دارن، اکثر زمان روز رو نشستن، تحرک زیاد ندارن، یا مثلا غذا بیش از اون حدی که بدنشون نیاز داره دارن مصرف میکنن، یا نوع ورزشایی که میکنن خوب نیست. اون جامعه و این جامعه هایی که ما داریم امروز توش زندگی میکنیم متاسفانه مردمش دارن همه رفتارهای غلط رو از خودشون نشون میدن و به نظرم وظیفه ما هاست که بیایم و یاد بدیم که چجوری
چه رفتارهایی میتونه اثر اپیژنتیکی خوبی برامون داشته باشه. خلاصه که آره داستان اینجوریه. میخوام که اون اتفاقی که واسه خانواده من افتاده واسه شماها نیفته. در آخر میخواستم بگم که خیلی دوستتون دارم که تحملم کردین این چند دقیقه و از همه مهمتر ببخشید که این ویدیو مثلا هی کات میشه یا شاید یه کلمه های دوبار تکرار میشه، چون من اصلا ادیت کردن ویدیو رو بلد نیستم و صرفا یه مثلا محققی هم که دارم بهتون یه سری چیزا رو میگم و توی این ادیت کردن و یوتیوب مهارت زیاد ندارم. ببخشید اگه ویدیو خوبی نیست از نظر دیزاین و اینا. همین